سلام بچه ها، من مبینام، فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی و منم مهدیم، دانش آموز رشته ریاضی. بچه ها، ما امروز درباره مقایسه رشته ریاضی و انسانی یک ویدیو میخوایم براتون ضبط کنیم. اولین سوالی که من میخوام بپرسم از مهدی اینه که چرا رفته رشته ریاضی؟ خب من اولا رشته‌ای که میخواستم برم این که هدف این بود که برم رشته کامپیوتر و چون یکم مشکوک بودم بینش گفتم رشته ریاضی برم که یک دستم بازتر باشه و اینکه خب رشته ریاضی علاقه داشتم. اول اصلا برای من مهم علاقتون باشه که یک علاقه‌ای که داریم به رشته مهمه، دو این که توش استعداد داشته باشین و این که اگه اون کار رو دارین انجام میدین اصلا متوجه زمان نشین و وقتی که و من علت این که چرا رفتم چون که من کلا رشته انسانی رو دوست داشتم، کلا درساش رو دوست داشتم و کلا رشته هایی که دوست داشتم و شغلایی که دوست داشتم توی این رشته بوده. حالا چه حقوق، چه روانشناسی، چه تاریخ، اینا درسایی بوده که من دوست داشتم. برای همینم تصمیم گرفتم که برم رشته انسانی. سال بعد اینه که قبل انتخاب رشته چه تصوری داشتی درباره رشته ریاضی؟ خب من تصوری که داشتم این بودش که واقعا یک درسای خیلی سختی و مثلا نمیتونی مثلا حلش کنی و اینکه بهت واقعا خیلی فشار میاد و خیلی سخته، ولی اون توی این وقتی وارد اون جوش که میشی خیلی راحت تر مثلا از اون چیزی که فکر میکنی است اگه واقعا عاشقش باشی. و من خودم قبل انتخاب رشته تصوری که داشتم به نظرم خیلی متفاوت نبود، حتی به نظرم بهترم بود. من خودم قبلش فکر میکردم که شاید چون همه میگفتن که درس و حفظیه فکر میکردم شاید خیلی سخت‌تر باشه، خیلی خشک‌تر باشه، ولی وقتی که وارد جوش شدم دیدم نه، واقعا مطابق با علاقمه. سال بعد اینه که بزرگترین دغدغه‌ای که زمان انتخاب رشته داشتی چی بوده؟ اینکه واقعا این رشته به درد من میخوره یا نه، اینکه من الان اومدم آیا کار درستی کردم یا نکردم، اینکه اصلا چرا اومدم این رشته، مثلا اینکه خب مثلا از رشته هنرستان میرفتم یا از رشته ریاضی کدومش برای من بهتر بود. و اون موقع وقتی که دیگه ثبت نام کردم و بعد اینکه مدرسه شروع شد رفته بعد 2-3 ماه مصمم‌تر شدم روی تصمیمی که گرفتم. و من خودم موقع انتخاب رشته دغدغه‌ای که داشتم اون زمان این بودش که یکی آزمونایی بود که میگرفتن برای اینکه اولویت بندی میکردن، یکی از دغدغه‌هام بود. بعد اینکه یکی از چیزایی هم که همیشه مثلا حالا شک داشتم درباره‌اش این بودش که بعد اینکه بیام رشته انسانی آیا واقعا اون چیزی که فکر میکردم هستش یا اینکه اون چیزی که مردم میگن و مثلا اون چیزی که واقعا ارائه شده توسط مردم اون نباشه. سال بعد اینه که انتخاب رشته که داشتی از روی علاقه بوده یا فشار خانواده؟ راستش اولش که خب خیلی من قاطع بودم، یعنی از 2-3 ماه قبلش تصمیم گرفته بودم که واقعا من رشته کامپیوتر هنرستان. موقع انتخاب رشته شد با چند نفر صحبت کردم، با کسایی که هنرستان رفتن، با کسایی که رشته ریاضی رفتن صحبت کردم، نظرم عوض شد چون اطلاعات بیشتری میدن. هر دو تا جبهه رو من رفتم در موردش تحقیق کردم و خب هم یک فشار خانواده بود و اینکه خودم علاقه داشتم و اینا با هم جمع شد که من بیام رشته ریاضی. من خودم انتخاب رشتم کلا از بچگی این رشته رو دوست داشتم، کاملا از روی علاقه بوده و کلا خیلی از کسایی که میان انسانی خیلی بیشتر اون ترجیح شخصیه بوده که اومدن به نظر من. و خب خیلی کم دیدم من کسایی رو که فشار خانواده بیشتر مجبورشون کرده باشه که بیان رشته انسانی، ولی من خودم از روی علاقه اومدم و این رشته رو واقعا دوست داشتم. سال بعدی درباره اینه که خب حالا سختی‌هایی که توی رشته‌مون داریم هر کدوممون، اینه که سخت‌ترین درس رشته ریاضی چیه؟ سخت‌ترین درس حسابان و فیزیک برای من اصلا سخت‌تره و تمرین بیشتری نیاز داره. و برای من کلا سخت‌ترین درسی که هستش، حالا شاید خیلی‌ها بگن منطق، فلسفه، ولی برای من
درسی که از همه سخت‌تر بود عربی بود. اینکه کلاً عربی خیلی صرف فعلاش بیشتره، خیلی تخصصی تر کار میکنه و برای من توی رشته انسانی سخت‌ترین درس عربی بودش. سال بعدی اینه که کدوم درس برعکس چیزی که فکر میکردی سخت‌تر یا آسان‌تر بوده برای تو رشته ریاضی؟ شیمی من چون سال نهمم خیلی مثلا برام مشکل بود، ولی سال دهم واقعا من ازش لذت بردم و برعکس اون چیزی که فکر کنم سخته واقعا لذت بخش بود و الان یکی جزو از بهترین درس‌های تخصصیه که توش نمره میگیرم. من خودم چیزی که حالا سخت‌تر بود از چیزی که فکر میکردم به نظرم شاید همون درس منطق بود، منطق و فلسفه بود. سال 12 سخت‌تر میشه به نظرم، ولی من خودم با سال دهمش با منطق مشکل نداشتم، با 11 هم به نظرم خیلی مشکلی نداشتم، ولی خب 12 و سالایی که توی کنکور میاد کمی سخت داره. برای همینم من به نظرم منطق و فلسفه از اون چیزی که اول شناخته بودم در ادامه مسیر برام سخت‌تر شد. سوالی که حالا بعدش میخوام ازتون بپرسم اینه که چه چیزی باعث میشه که بچه‌ها کم بیارن توی رشته ریاضی؟ تو رشته ریاضی به خاطر مسائل سختش، یا اینکه علاقه‌ای نداشتن اومدن تو این رشته، یا اینکه خیلی با مسائلش کنار نیومدن. و من برای خودم اینکه چه چیزی باعث شدش که حالا باعث میشد که کم بیارم، چیزی که به نظر من یک کمی زمان میبره تا باهاش وقف بگیریم همون درس منطق و فلسفه، ولی برای من خیلی سخت نبود چون کنارش درس شیرینی هم برام بود. یعنی من واقعا منطق و فلسفه رو دوست داشتم، برای همینم صرفا سخت بود. خیلی توی رشته انسانی برای من چیزی نبودش که بگم که باعث شده که کم بیارم یا حس بکنم که مثلا این رشته خیلی سخته برای من. سال بعد اینه که به نظرت واقعا رشته ریاضی سخته یا سخت نشونش میدن؟ به نظر من هر رشته سخته خودشو داره و برای رشته ما هم مثلا سختیش با رشته دیگه متفاوته و تو باید انتخاب کنی که کدوم سختی رو میخوای پیش ببری. من خودم درباره انسانی نمیتونم بگم که به نظر من خودم واقعا سخت نیست، یعنی چیزی نیستش که از پسش برنیای. اگه که علاقه داشته باشی میخونی واقعا درس‌ها رو، ولی خب من حالا توی مدرسه‌ای که درس میخوندم به نظرم آره بودن کسایی که واقعا میگفتن که درس‌ها سخته، ولی برای من چون که اون درس‌ها که میخوندم و دوست داشتم واقعا به نظر من خیلی سخت نمیومد و میتونستم باهاش راحت تر کنار بیام. سوال بعدی که میخوام بپرسیم درباره سوالای کلیشه‌ای اصطلاحاً که میگن، اینکه مثلا درباره هر رشته یک سری حالا چیزها میگن، درباره انسانی مثلا میگن حفظیه، درباره ریاضی میگن حالا محاسباتیه. اولین سوالی که میخوام بپرسم از مهدی اینه که بزرگترین دروغی که درباره رشته‌ات شنیدی چی بوده؟ که اکثر کسایی که میان فقط میخوان مدرک بگیرن مثلا قبولی توش راحته، با اینکه تو توی هر رشته بری انسانی، ریاضی یا تجربی فرقی نداره، تو واسه اون دانشگاه تاپش تو بهرها باید تلاشتو بکنی. اگه کسی میاد میگه که آقا تو رشته ریاضی حالا درس تو بخون دانشگاه قبولی، همه دانشگاه قبولن، ولی مهم اینه که تو کدوم دانشگاه قبول میشی. و اینکه میگن آقا مثلا متقاضی رشته ریاضی کمه، خب کم هست ولی بازم رقابت واسه دانشگاه تاپش هست. من خودم بزرگترین دروغ که درباره رشته‌ام شنیدم اینه که به نظرم مثلا همین که شاید میگن که انسانی خیلی حفظیه، خسته میشی در طی مسیر، چون که صرفا یک سری درس رو باید بخونی ممکنه یه کمی خسته کننده برات به نظر بیاد. ولی من خودم موقعی که درس‌ها رو میخوندم واقعا اینطوری نبودش برام که بگم که صرفا دارم حفظ میکنم. آره یک سری درس‌ها مثلا مثل تاریخ واقعا چیزی که خب میخونی و حفظ میکنی، ولی خب فارسی تخصصی مخصوصا ما یک درسایی داریم که هوش سماعی باید داشته باشی، وزن شعرها رو باید به دست بیاری که خب اینها یک کمی به نظر من متفاوته، کلا نوع درس خوندنش و حفظ کردنش متفاوته. یعنی مثلا یک سری انگار ریتما رو باید دستت بیاد که خب اینها یک کمی به نظر من متفاوت میکنه. یا مثلا عربیش یک کمی بالاخره خب سطحش پیچیده تر از دوره اول دبیرستان، دوره اول متوسطه
و برای همینم به نظر من عربیش کمی مثلا خب نیاز به تحلیل بیشتری داره و واقعا فقط حفظی نیست. حالا مفصل‌تر بخوام دربارش صحبت بکنیم، مثلا ما یک درسی داریم اسمش هست آمار، که خب آمار کلا آره یک سری جاهاشو خب طبیعتا نکته ها و فرمول ها هستش که باید حفظ بکنین، ولی بعدش دقیقا مثل ریاضیه که شما داشتین دیگه، یعنی اون فرمول ها رو باید اجرا بکنین، ولی خب نوعش فرق میکنه. یعنی منی که واقعا ریاضی رو خیلی دوست نداشتم توی نهم، هشتم و هفتم، واقعا آمار رو خیلی بیشتر دوست داشتم، خیلی راحت تر باش کنار می اومدم و خب مخصوصا یک سری درس ها داریم که به نظر من برای من یکی اون درسه به نظر من شبیه یک بازیه. این که مثلا یک سری جاها اون قیاس‌های شرطی فکر می‌کنم خیلی به نظر من درسایی که برای کسی که رشته انسانی رو دوست داشته باشه و خب بالاخره آمارگیری هم جزئی از درساییه که شما حالا بعد که وارد دانشگاه بشین لازمه انجام بدین، مخصوصا اگر رشته‌تون جامعه شناسی باشه، روانشناسی باشه. اینا رشته‌هاییه که واقعا نیاز به این داره که اگر می‌خواین مقاله‌های خوب بنویسین آمار بلد باشین و خب آمار اونجا خیلی به دردتون می‌خوره و اگر که با این دید بهش نگاه بکنین به نظرم خیلی میتونه براتون جذاب باشه. و سالهای بعدی درباره مشابهت‌هایی که رشته ریاضی و انسانی داشته باشن. شاید هیچکی مثلا نیومده باشه بررسی بکنه، ولی خب وقتی که دقیق‌تر نگاه می‌کنی به نظرم یک سری شباهت‌ها میتونی توی این دو تا رشته پیدا بکنی. و اولین سوال اینه که به نظر تو مهدی رشته‌مون تو چیا شبیه؟ تو باید توی هر دو تا رشته درک داشته باشی و اینکه نخواهی حفظش بکنی، بیشتر درک کنی تا حفظش کنی. حالا نه همه درس‌های انسانی ها خبر ندارن، ولی خب اکثر با درک تو بیشتر حفظ میکنی بدون اینکه مثلا تو درک نکنی و فقط بخوای حفظش کنی برات سخت‌تره. هر وقتی تو درک میکنی اصلا دستت میاد کار. به نظر من دقیقاً درسی که شبیه ترین درسی که ما میتونیم پیدا بکنیم بین این دوتا دقیقاً درس آماره که میتونه شبیه رشته ریاضی باشه، که فکر کنم حتی یک درس آمار هم دارن، ولی آماری که ما توی انسانی میخونیم خیلی فکر میکنم ساده تره و متفاوته از آماری که بچه‌های ریاضی میخونن. ولی خب چیزی که بیشتر از همه شبیه دقیقاً فقط آماره، ولی خب هر دوشون ببین به نظر من رشته هاییه که کار براش هست ولی نیاز به تلاش خودت داره. یعنی مثلا ریاضی اینطوریه که تو ممکنه که خیلی درست خوب باشه، ولی موقعی که اگر وارد بازار کار میشی خودتو با علم روز جلو نبری، خب کار شاید برات پیدا نشه. و انسانی هم دقیقا همینطوریه. یعنی شما ممکنه رشته حالا حقوق قبول بشی، روانشناسی قبول بشی که جزء رشته‌های تاپه، ولی اگر که اون تلاش و ممارست و اون تلاش خودتو واقعا حالا هر چقدر ما میگیم درست خوب باشه، استعداد داشته باشی، نذاری، اینطوری نیستش که واقعا بگیم که مثلا حالا شرایط فراهمه. ولی رشته تجربی خب اگر تو حالا پزشکی، داروسازی، دندون پزشکی قبول بشی، خب اقتضای جامعه و اصلا شرایط جامعه طوریه که به نظرم شاید حتی اگر بری توی یک درمانگاه حالا معمولی و بگی که من فلان مدرکو دارم، شاید اوکی بدن. حالا من دقیق خیلی خبر ندارم از رشته تجربی، ولی چون بیشتر شرایط جامعه به اون حالا شغلا نیاز داره راحت تره، ولی ما نه، ما باید خودمون رو ثابت بکنیم. و برای همینم از این نظر هر تا رشته نیاز به یک آدمی داره به نظر من که ادامه بده، ممارست داشته باشه و کم نیاره. انگار میشه گفتش که داره ثبات باشه تو کاری که داره. آره. بعد اینکه سال بعد اینه که خب این دو تا رشته توی چه درس و مهارتی به هم نزدیک میشن، که دقیقاً اینو جواب دادیم. یکی آماره، درسی که به هم نزدیک میشن آماره، و مهارتی هم که به هم نزدیک میشن دقیقاً همینه، این که فرد تحلیل کننده باشه. بعد اینکه سال بعدی که هستش من از مهدی میخوام بپرسم اینه که اگر که تو جای من بودی رشته من میرفتی؟ یعنی مثلا دوست داشتی رشته انسانی رو به عنوان کسی که داره رشته ریاضی میخونه؟ آره، من بعد این که مثلا 2 سال که گذشتش از رشته ریاضی که رفتم و خب بیشتر که آشنا شدم مثلا با درس روانشناسی، فلسفه و منطق، واقعا جذبش میشم. با این که مثلا حالا نرفتم کتاب درسیشو بخونم، ولی مثلا خب همون تیکه‌هایی که مثلا دیدم از فلسفه، از روانشناسی، از منطق، واقعا من جذابه و دوست دارم بعد این که مدرسه‌ام تموم شد حتما یک بارم برم اینا رو مطالعه کنم و خیلی برام زیباه. و
اگه بخوام بگم که کلا میرفتم توی این رشته، شاید میرفتم، چون واقعا دوست دارم رشته‌شو. ولی خب این رشته هم که اصلا من توی نیستم که پشیمون باشم و هر دو تا رشته به نظرم اگه توش برم میتونم موفق باشم. من خودم رشته ریاضی رو من خودم واقعا اگر حالا درباره خودم بخوام نظر بدم، من واقعا به نظر خودم اونطوری نبودم که با ریاضی خیلی ارتباط بگیرم و کلا هم فیزیک و شیمی و اینها رو توی حالا نهم که یک کمی بیشتر مشخص میشد که کدوم درس شیمیه کدوم درس فیزیکه خیلی دوست نداشتم و برای همین فکر نمی کنم اگر هم حالا برگردم عقب انتخاب بکنم این رشته رو و اصلا بتونم باش ارتباط بگیرم، چون خیلی با درس‌هاش حتی همین الانم ارتباط زیادی نمیگیرم و برای همینم من انتخاب نمی‌کردم. سال بعدی سالاییه که به نظر من درباره خیلی یعنی شاید برای همتون جذاب باشه و درباره آینده این رشته، بازار کارشه، دانشگاهاشه و اولین سوالی که میخوایم بپرسیم اینه که رشته ریاضی بعد دبیرستان بیشتر به چه مسیرهایی میره؟ خب خیلی شاخه‌های متفاوتی داره. یعنی مهندسی نفت، معماری، کلا همشون با هم فرق میکنن با هم. مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی چون اینا تازه اومده روی کار، حالا هوش مصنوعی بیشتر خیلی میتونه بهت کمک کنه و موفقیت بیشتری داشته باشه اگه تو رشته هوش مصنوعی رو پیش ببری. یادم رفت بهتون بگم اینه که این رشته‌های که بعدا از رشته ریاضی میتونی بری تو دانشگاهش خیلی مهاجرت پذیریش باله و اگه میخواید در مورد مهاجرت بیشتر صحبت کنیم به یک ویدیوی دیگه بسازیم در موردش، حتما نظرتون رو بگید. من رشته انسانی رو حالا بخوام کاملتر توضیح بدم، دو تا رشته خب خیلی حالا معروفتره، روانشناسی و حقوق. ولی روانشناسی در کنارش رشته‌هایی مثل مشاوره، فکر می‌کنم تربیت کودک، بعد جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، حقوق و خب کلاً حتی باستان شناسی و خب خیلی گسترده‌ایه و کلا هر رشته‌ای که مربوط به تاریخ باشه، دقیقاً درسایی که داریم، هر رشته‌ای که مربوط به روانشناسی باشه، اینا همه خب رشته‌هایی که شما میتونین بعدش انتخاب بکنین. ولی خب اکثرا خیلی از کسایی که میان انسانی یا میخوان فرهنگیان قبول بشن، یعنی هدفشون فرهنگیانه، یا اینکه واقعا رشته روانشناسی و حقوقه و خب این سه تا دیگه تاپ ترینشه. خب سال بعد اینه که واقعا بازار کار رشته چجوریه، یعنی نه اون چیزی که مردم میگن و چیزی که شنیدی، چیزی که واقعا دیدی چجوری بوده تو جامعه. خب بازار کارش اگه تو واقعا بهترین خودت باشی توی اون کار، مطمئنا بازم به تو نیاز پیدا میکنن و تو میتونی بازم توش موفق بشی اگه که اون رشته‌ای که میری واقعا رشته مورد نظر تو باشه و دوستش داشته باشی و تو میتونی تو اون، حتی اگر همه رفتن، تو میتونی جز اون همه‌ای که هستن تو اون اولیه باشی. من خودم درباره بازار کاری که رشتم داره الان به عنوان کسی که حالا فارغ التحصیله و کارشناسیشو گرفته، ببینیم بازار کار بچه‌ها اینطوری نیستش که توی انسانی، حالا به غیر فرهنگیان میگم، اگر فرهنگیان قبول بشی خب دیگه مطمئنه دیگه، اوکی میدونی که الان بعدش دانشگاه تموم بشه استخدام آموزش پرورشی و خب حالا شرایط برات فراهمه. ولی روانشناسی و حقوق یک کمی متفاوته که حالا جزو رشته‌های تاپ در کنار فرهنگیان. وقتی که شما قبول میشین شما باید یک آزمون وکالت بدین، بعد برای روانشناسی شما باید حتما ارشد بگیرین اگر که میخواین کار بالینی انجام بدین، یعنی اگر که میخواین درمانگر بشین، نه حالا مثلا صرفا این که حالا توی مراکز کار بکنین یا مثلا معلم مهد کودک و اینها، نه واقعا میخواین درمانگر بشین و شماره سازمان نظام روانشناسی رو داشته باشین، شما باید بچه واقعا درس بخونین، یعنی باید حتما ارشد رو بگیرین و اینکه خودتون رو ثابت بکنین به علاوه بر این، چون که خب خیلی متقاضیش بالاه و شما باید واقعا خودتون رو ثابت بکنین که کلینیکا شما رو جذب بکنن.
و برای همینم میگم اگر که انتخابتون رشته حقوق یا روانشناسی هستش، واقعا بعدش یعنی فکر نکنین که میای دانشگاه 4 سال میخونین و بعدش تمام و واقعا مثلا بازار کار براتون فراهمه. نه، واقعا بعدش بچه‌ها باید درس بخونین، بعدش باید ادامه بدین، علمتون رو بروز بکنین. زبان انگلیسی رو حتما، حالا درباره حقوق خیلی اطلاعی ندارم چون که حقوق رشته‌ایه که خب داخل ایرانه و خب شما باید با حالا داخل ایران بروز بشین اگر هم قراره بروز بشین. ولی روانشناسی نه، شما باید خودتون رو با علم روز دنیا جلو ببرین و برای همینم حتما حالا اگر که زبانتون ضعیفه، به نظر من حتما اینو در نظر بگیرین که بعداً باید روش کار بکنین. سال بعدی اینه که خب مهدی فکر میکنه تو 5 سال آینده کدوم رشته شرایط بهتری داره، ریاضی یا انسانی؟ درد و نفرین ریاضی انسانی به نظرم هر دوتاش میتونه خوب باشه، با وجود این که هوش مصنوعی داره جلو میره. رشته انسانی بیشترش که روانشناسیه واقعا بازم نمیتونه بگیره جای چیزا، هوش مصنوعی جای آدمو نمیتونه بگیره، چون اون حسی که انسان داره هنوز فکر نمی‌کنم که بتونه هوش مصنوعی بیاد جاشو بگیره و اون حس واقعی و اون ادراکی که داره رو یه هوش مصنوعی بیاد جاشو بگیره. با اینکه الان خیلی از مردم دارن میان با هوش مصنوعی مثلا درد و دل میکنن، ولی اون کسی که تجربه داره رو نمیشه تو با هوش مصنوعی یکی کنی. شاید در چند سال آینده تو مثلا ببینی همچی چیزی رو، ولی به نظر من تو 5 سال آینده نه واقعا. و توی رشته خودم هم مثلا هوش مصنوعی میتونه کمکت کنه، نه اینکه از بین ببره، خیلی کمکت میکنه. و رشته‌ای که مثلا توی رشته ریاضی بعدش رو بخوای بری، رشته خود هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینا با توجه که به یه هوش مصنوعی داره پیشرفت میکنه، اینا هم میتونه خیلی برات خوب باشه تو دانشگاهی انتخابش کنی. من خودم توی 5 سال آینده ببینیم حس میکنم که اگر که حالا این خیلی واقعا هم توی رشته ما این دقیقا یک بحثه که آیا واقعا هوش مصنوعی میتونه جای انسان رو بگیره یا نه. ولی چیزی که الان هست واقعا آره، خب مردم واقعا حالا جای رشته انسانی ببینیم مثلا جای بستگی داره چه رشته‌ای بخوایم در نظر بگیریم. این به نظر من خیلی باز متفاوته. مثلا خب شاید هوش مصنوعی هیچ وقت نتونه بیاد جای باستان شناسی رو بگیره. خب چون باستان شناسی یک کار عملیه، یعنی فرد باید بره، یعنی خیلی نیاز به هوش پیچیده و خیلی انگار ربات‌های پیچیده‌ای داره که ما بخوایم باستان شناسی رو با حالا هوش مصنوعی جلو ببریم. ولی درباره مثلا حالا رشته روانشناسی و مشاوره، من الانم میبینم کسایی رو که خب به جای اینکه برن پیش مشاور، ترجیحشون اینه که اون حالا هزینه رو نکنن و با هوش مصنوعی صحبت بکنن. ولی واقعیت اینه که من خودم وقتی که با هوش مصنوعی صحبت میکنم، اون حسی که یک آدم و اون درکی که حالا وقتی که شما با درمانگر صحبت میکنین، اون حسی که از چهره طرف مقابل میگیرین، اون انتقال متقابلی که شکل میگیره، به نظر من بین هوش مصنوعی و انسان نمیتونه شکل بگیره. و برای همینم به نظر من حالا هر چقدر هوش مصنوعی جلوتر بره، باز هم شاید نقص داشته باشه توی ارتباط گیریش با انسان و خب به نظر من نمیتونه جای احساسات و عواطف انسانی رو بگیره. شاید بتونه همون طوری که انسان میخواد بازتاب بده و بهش یاد بدن که چطوری بازتاب بده، بازتاب احساسات و کاملا طبیعی بسازنش، ولی در نهایت آدم میدونه که اون فردی که جلوشه یک رباته در نهایت. و برای همین به نظر من تا یک جایی توی رشته ما میتونه حالا جلو بره و توی 5 سال آینده فکر میکنم بازم پیشرفتش خیلی زیاد نباشه، یعنی تا یک مسیر خیلی کوتاهی پیش بره. سالهای بعدی درباره اینه که به نظرتون مهدی کسایی که وارد رشته میشن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن به عنوان یک دانش آموز رشته ریاضی؟ خب خیلی سال خوبیه به نظرم، این که تو بتونی تحلیل کنی قضیه رو، این که بعد اینکه درکش میکنی، البته بعد درکش میکنی، بعدش تحلیلش میکنی اون قضیه رو. و واقعا من تو این 2 سالی که بودم واقعا اصلا حتی دیدم به زندگی عوض شده بعد اینکه وارد این رشته شدم، چون تو اول بعد یک چیزی رو اثبات کنی،
بعد تحلیلش کنی، اصلا همه اینا حتی توی زندگی هم مثلا کمک میکنه. اگه واقعا رشته ریاضی اومدی یا داری درس میخونی. من به نظر خودم کسایی که میان رشته بچه‌ها واقعا باید علاقه داشته باشن و اینکه به نظر من کسایی که میان این رشته باید اصلا اون ممارست رو داشته باشن و اینطوری نباشه که حالا مثلا بگن که حالا رشته یکی از همه آسون‌تره بین این سه تا رشته و با این دید بیان. باید کسی باشین که واقعا دنبال اون علمی که حالا با اون هدف توی ذهنتون اومدین توی این رشته حتما برین دنبالش و بسنده نکنین واقعا به همون درسایی که توی مدرسه بهتون یاد میدن یا اون چیزی که حالا تو دانشگاه در آینده قراره بهتون یاد بدن. سوال بعدی مهدی اینه که چه کسی اصلا نباید بیاد رشته ریاضی؟ جوابش مثلا خیلی واضحه، کسی که دوست نداره رشته ریاضی و درس ریاضی و چون اون چیزی که دوست داری، حتی اگه نظری دوست نداری، واقعا برو دنبال رشته هنرستان که خیلی بازه، یه عالم متفاوته. تو بین اینا یک دونه رو انتخاب کن و واقعا دوستش داری پیش ببر و موفق شو واقعا تو رشته. به نظر من فقط سر این نه که آقا مثلا این رشته رو قبول شدی بیای این رشته، واقعا قبل اینکه رشته رو انتخاب کنی در موردش آگاهی داشته باش. من به نظرم چه کسایی اصلا نباید بیان انسانی. ببینید بچه‌ها، کسی هستین که به نظرتون واقعا اون چیزی که بین انسان ها داره میگذره، اون روابط انسانی، اون مثلا تحلیل کردن انسان ها واقعا براتون جالب نیست و ترجیح میدین تو دنیای خودتون باشین، دنیایی که کلا متفاوت از انسان ها. مثلا آدمی که دوست دارین دقیقاً با همون فرمول یا مثلا یک گوشه بشینین برای خودتون، مثلا یک چیزی نمیدونم مثل کاری که توی شیمی انجام میدن یا مثلا کارهای محاسباتی که توی ریاضی انجام میدن. اگر واقعا آدمی هستین که به این چیزها علاقه دارین و به درسای انسانی که خیلی به نظر من وارد روابط انسانی میشه، حالا تک تک درساش، حتی مثلا تاریخ که ما صرفا یک چیزی رو از گذشته داریم میخونیم، باز هم داریم کارهای یک انسان رو میخونیم دیگه. اگر که واقعا آدمی این که فرارین از این روابط، به نظر من به درد رشته انسانی نمیخوریم، چون که رشته انسانی کلا همه درساش و بیشتر درساش درباره دقیقاً روابط انسان و کارهایی که انسان انجام میده، بهبود روابط انسانی و اینجور مسائل. خب سوال بعد اینه که آدمای درونگرا یا برونگرا تو رشته راحت‌تر پیشرفت میکنن؟ به نظر من خب آدمای برونگرا میتونن تو اکثر رشته‌ام بهتر باشن، به خاطر اینکه تو باید در ارتباط با مردم باشی. ولی خب درونگرا مثلا واسه کاری که فریلنسری و مثلا تو میتونی از راه دورم مثلا کارتو انجام بدی، خب میتونه باشه. مثلا واسه هر دو تا تیپ شخصیتی میتونی تو توی رشته‌ت موفق باشی. توی رشته من به نظر من توی هر تا حالا تیپ شخصیتی، چه برونگرا چه درونگرا، هستش توی رشته ما. اون شغلی که شما میخواین، مثلا میتونین اگر که آدم این که درونگرایی، به نظر من دقیقا رشته باستان شناسی یک رشته‌ایه که شاید خیلی نیاز به تعامل نداشته باشه، یا تاریخ شاید یک رشته‌ایه که خیلی نیاز به تعامل نداشته باشه، ولی خب رشته حقوق یا روانشناسی نیاز به تعامل بیشتری داره. و من حس میکنم اگر که آدمی هستین که علاوه بر آدمی که درونگرا هستین خجالتی هم هستین، اون وقت آره من میتونم بگم که واقعا رشته حقوق و روانشناسی به دردتون نمیخوره خیلی. ولی اگر که آدمی هستین که با اون محیط راحت تر تطابق پیدا میکنین و رشته و تو اون رشته‌ای که حالا میرین میتونین سریع خودتون رو با اون محیط وقف بدین، به نظر من میتونه براتون این رشته مناسب باشه. ولی خب رشته های حقوق و روانشناسی، رشته جامعه شناسی، اینها نیاز به تعامل بیشتری داره و همچنین رشته مشاوره. ولی خب رشته هایی مثل فکر میکنم مثلا ادبیات و تاریخ و اینها شما نیازمند اینه که بعدش احتمالاً معلم بشین و خب معلم ببین تعاملش با بچه‌ها در همین حده که خب برای کسی که درونگرای شاید به نظر من راحت تر باشه بازم.
تا به نسبت رشته روانشناسی و حقوق. چون روانشناسی و حقوق نیاز به این داره که تو خیلی رو خودت کار بکنی و خیلی با اعتماد به نفس بیشتری بتونی صحبت بکنی و بتونی اون حالا جاهایی که لازمه حرف بزنی واقعا. برای همینم به نظر من برای آدمایی که بین این دوتا هن یا برونگرا هستن این دوتا رشته تاپش مناسب تره، ولی بقیه رشته رو شما میتونی برین هر رشته دیگه ای حالا به غیر این دوتا میتونه برای کسی که درونگرا هستن مناسب باشه و البته این دوتا هم به نظر من مناسب هست، چون به نظر من میتونین خودتون رو با اون محیطتون وقف بدین حالا به مرور زمان. سوال بعد اینه که به نظر تو مهدی تیپ شخصیتی که حالا میتونه توی رشته تو بهتر موفق تر بشه و بهتر پیشرفت بکنه کدوم تیپه؟ یعنی همون درونگرا برونگرا؟ آره درونگرا، آدم طرف احساساتی باشه، آدمی باشه که خیلی منطقی باشه. یکم واضح تر صحبت کن. خب مثلا به نظر من همون برونگرا یا مثلا آدمی که حداقل منطقیه به نظر من بهتر میتونه باشه. حالا دلیلش هم میتونه این باشه که خب اکثر کارهای ما باید روی یک نظم خاصی باشه و اینکه با دلیل کار انجام بشه و تو اگه مثلا اون کار رو بدون هیچ دلیلی انجام بدی شاید یک مثلا ضرر خیلی بدی مثلا بخوره. حالا تو من خودم درباره رشته خودم اینو میتونم بگم که به نظر من کلا کسایی که میان انسانی به نظر من باید آدمایی باشن که اهل منطق باشن، چون که حالا فارغ از مثلا رشته‌ای مثل حالا تاریخ، رشته های دیگهش واقعا به نظر من نیاز به اون منطق و تحلیل و اینها داره. ولی خب آره مثلا یک سری رشته ها مثل ادبیات یا مثلا تاریخ شاید آدمایی که احساساتی هستن هم بتونن راحت کنار بیان، ولی کلا اگر آدمی هستین که دوست ندارین که خیلی ذهنتون رو درگیر بکنین، خیلی فکر بکنین، خیلی تحلیل بکنین، به نظر من این رشته شاید مناسبتون نباشه. ولی برای آدمی که تحلیلگر، دوست داره بشینه فکر بکنه این که خب مثلا الان این ماهیت هستی چیه، ما مثلا داریم چی کار میکنیم، به کجا قراره بریم، این میتونه برای کسی که همچین ذهنی داره این رشته به نظر من میتونه رشته جالبی باشه. سوال بعدی اینی که خب سخت‌ترین لحظه‌ای که به نظر تو توی رشته تجربه کردی کی بوده؟ به نظر من زمان خود انتخاب رشته بود. من خودم سخت‌ترین لحظه‌ای که داشتم یکی دوران کنکوره، واقعا که دوران کنکور خب کلا هر رشته‌ای باشین سخت میگذره. یکی هم روزایی که واقعا خب امتحانم چند تا بود، بعد از طرف مدرسه بود که سختگیر بود و چند تا امتحانو میگرفت. بعد ممکنه اون اول سال دهم مخصوصا که خیلی پس رفت میکنم ممکنه براتون یکم سخت باشه، چون کلا درس‌ها گرایشش جدا میشه و شما مثلا یهو شاید با یک حجم زیادی از تاریخ مواجه میشین، یک کتاب خیلی پرقطرتری دارین به نسبت دوره قبلی که داشتین درس میخوندین، عربیتون یکم پیچیده‌تر میشه، فارسیتون 2 تا فارسی دارین، یک فارسی عمومی یک فارسی تخصصی و یک سری درس‌ها براتون جدیده مثل جامعه شناسی که خب اینها میتونه یک کمی براتون سخت باشه. ولی خب واقعا سخت‌ترین لحظه‌ای که داره این رشته به نظر من برای خود من دقیقاً دوران کنکوره و دوران انتخاب رشته برای کنکور. بعد بهترین حس یا لحظه‌ای که گفتی چقدر خوب شد این رشته رو رفتم کی بوده؟ دقیقاً زمانی که فهمیدم که این رشته باعث شده که من هوش تحلیلیم و اینکه تحلیل کنم و یک چیزی رو بفهمم خیلی بالاتر شد. من خودم بهترین لحظه که میتونم بگم رفتم این بودش که خب موقعی که درس‌ها رو میخوندم و میدیدم که دقیقاً چیزی بودش که من خیلی دوست داشتم توی دوره اول مدرسه‌م اینا رو بخونم و انگار خیلی برام سخت بود مدرسه رفتم، ولی وقتی که دیدم که دقیقاً این درسایی که میخوام الان توی این رشته هست خب خیلی برام درس خوندن لذت بخش تر میشد و برای همینم اون لحظه‌هایی که این حس رو داشتم به نظر من خب قشنگ‌ترین هاش بود. و به طور کلی که یک لحظه خاصی رو بخوام بگم نیستش، ولی خب اون اگه به طور کلی بخوام بگم اون لحظه‌هایی که سر کلاس
برای مثال سر درس تاریخ یا جامعه شناسی تحلیل میکردیم، خیلی به نظرم برای من یکی خیلی جذاب بود و جزء بهترین لحظه ها میتونم بگم توی این رشته برای من بوده. بعد اینکه سال بعدی اینه که آیا تا حالا پشیمون شدی از اینکه رفتی رشته ریاضی؟ آره بابا، من موقع زمانی که همون اول انتخاب کرده بودم تا به همین الانم که هنوز توش هستم، واقعا خب تا حالا پشیمون شدم، چون بهرا بعضی جا انقدر سخت میشه که واقعا میخوای عقب بکشی. ولی من خودم درباره اینکه من اینطوری نیستش که زیاد این حس رو تجربه بکنم، ولی خب گاهی اوقات بنابر حالا اون بازخوردی که جامعه میده این حس رو گاهی شده تجربه بکنم که مثلا کاش به خاطر حالا پرستیژ بالاتری که تجربی داشتش گاهی این حس میاد. ولی اینکه بخوام پشیمون بشم واقعا نه، و واقعا چون حس بکنم رشته که مطابق با خلق که من میخواستم، واقعا تا حالا لحظه ای نبوده که بخوام پشیمون بشم و بشینم جدی فکر بکنم درباره اینکه کاش عوض بکنم رشته‌مو و عوض میکردم اگه به گذشته برمیگشتم، واقعا نبوده. سال بعد اینه که خانوادت اول چی فکر میکردن و الان چی فکر میکنن درباره رشته که رفتیم؟ خب اول اینکه فکر میکردم، من میخواستم بگم دیگه، اول قرار من برم هنرستان و بعدش اصلا نظرم عوض شد و اومدم رشته ریاضی. اول خانواده فکر میکردن اگه حتما بیام رشته ریاضی خیلی مثلا بهتر و مثلا از هنرستان بهتر، و مثلا تو هنرستان فکری که مثلا والدین ما همسنای ما و شما دارن این که آقا مثلا بچه هنرستان زیاد درس نمیخونن، کاری انجام نمیدن. زمان قدیم آره شاید اینطوری بوده، ولی الان واقعا من دوستایی دارم که اونجا و واقعا پرکار و پرتلاشن و نمایشگاه هایی که میرن و عکساشو برای من میفرستن واقعا خیلی پرکارتر از ما. و اینکه الان چی فکر میکنن، بعضا بازم همون حسو دارن که این رشته‌ای که الان توش هستی بیشتر به دردت میخوره، چون دستت بازتره توش اگه نمیخواستی بری کامپیوتر. من خودم کلا به نظر من خیلی اونطوری که باید رشته انسانی و اون بهایی که باید داده نشده. برای همینم خب خانواده آره طبیعتا اول من دوست داشتن که من برم تجربی، ولی خب خیلی حالا مجبورم نکردن که برم. ولی من اول که این رشته رو حالا وارد شدم شاید فکر میکردن که خیلی مثلا شاید درسش آسونه، خیلی بازار کاری نداشته باشه یا خیلی حالا بالاخره راه پیشرفت توش نباشه. ولی خب الان وقتی که بالاخره پدر مادر تلاشش رو تو رشته ببینن شاید کمی کوتاه‌تر بیان به نسبت قبلا درباره اون حالا موضوعایی که قبلش میگرفتن. برای همینم حس میکنم که حالا الان یک کمی دیدشون باز هم به این رشته کمی مثبت‌تر شده باشه، ولی به طور کلی به نظر من خیلی تفاوتی قبلا با الان نداره. یعنی قبلش هم خیلی سختگیری زیادی نداشتن که حتما حالا نرو انسانی یا برو فلان رشته، و کلا خیلی مسئله‌ای با اومدن من به رشته انسانی نداشتن. سال بعد اینه که مهدی به نظرت مردم درباره رشته چی رو نمیدونن که باید بدونن؟ میتونی اول شما جواب بدین؟ من خودم به نظر من بچه‌ها اگر که این رشته رو حالا چیزی که به نظر من باید بدونین اینه که بچه‌ها واقعا من خب سال دهم که رفتم بودن کسایی که حتی من یادم بودش کسی که از رشته تجربی انتقالی گرفتش به رشته انسانی و فکر میکردش که آسون تره و انگار میخواستش از اون درسای سخت تجربی فرار بکنه، در صورتی که من کلا حالا نه درباره رشته انسانی کلی میخوام بهتون بگم اینه که هیچ رشته‌ای رو شما نمیتونید پیدا بکنید که بخواید بگین که من تحصیلات آکادمیک دارم ولی رشته خب آسونی هم رفتم و از طرفی توی جامعه هم پرستیژ داشته باشه. چون اگر که شما توی جامعه پرستیژ دارین به واسطه اون رشته‌ای که رفتین، پس حتما یک چیز متمایزی داشته، حتما یک چیز
خاصتری داشته و یک تلاش مضاعفی از شما میخواسته. و اگر که واقعا تصورتون اینه که رشته انسانی آسونه و به این خاطر قراره بیاین، واقعا اینطوری با این حالا چیزی که تو ذهنتونه واقعا نیاین این رشته، چون که اذیت میشین. چون من اون سال دهم که بودم، با اینکه به نظر من یکی واقعا درس‌ها آسون بود، ولی خب خیلی‌ها واقعا مشکل داشتن با این مسئله و واقعا میلنگیدن توی درس‌ها، نمیتونستن خیلی راحت با درس‌ها کنار بیان. برای همین میگم اگر توی ذهنتونه که فکر میکنین این رشته آسونه، حالا یک چیز رو میخونیم و میگذریم، با این رشته با این هدف نیاین این رشته، چون که در ادامه شما قراره بریم دانشگاه و خب دانشگاه واسه کمی ماجرا رو پیچیده‌تر میکنه، نیاز به این داره که شما بیشتر درس بخونید، بیشتر تلاش بکنین، تحقیق انجام بدین. و اگر که با این دید بیاین، به نظر من واقعا اون 3 سالو شاید خیلی بهتون سخت بگذره، چون که نمیتونین با درس‌ها ارتباط بگیرین. اگر که آدمی نیستین که هوش تحلیلی داشته باشین، آدمی نیستین که بشینین درباره این فکر بکنین که خب مثلا فلانی چرا این کارو کردش، نه اینکه مثلا حالا بشینین غیبت بکنین بچه‌ها. اگر که واقعا آدمی نیستین که مثلا براتون جالب باشه اینکه فلانی خب چرا مثلا چه چیزی توی ذهنش میگذشت که این کارو کرد، یا مثلا چرا این رابطه توی جامعه ما مثلا اینطوریه ولی توی کشور دیگه اینطوری نیست، یا اینکه مثلا الان اگر که فرد این کارو بکنه مثلا چه عواقبی براش داره، و مثلا آدمی نیستین که کلا دنبال آرمان‌های انسانی باشین، واقعا به نظر من این رشته شاید خیلی براتون جذاب نباشه. و میگم کلا باید انسان و روابط انسانی براتون جالب باشه، نه اینکه بگم علاقه داشته باشین، براتون جالب باشه. خب سوال بعدی اینه که بزرگترین اشتباهی که بچه‌های پایه نهم موقع انتخاب رشته میکنن چیه؟ به نظر من اینه که بدون آگاهی فقط اون چیزی که شنیدن و میگن آقا مثلا من رشته علوم تجربی میرم به خاطر اینکه علومم تو نهم خوب بوده، ریاضی میرم چون ریاضیم خوب بوده. این فقط نمیتونه باشه. و همون مثلثی که معروفه، بازار کار، استعداد، علاقه، این 3 تا رو شما باید حتما این 3 تا پارامتر رو در نظر داشته باشین. و اینکه علاقه خودتون، ولی نه اینکه آقا مثلا خانواده شما دور زمان خودشون مثلا چه کمبودی داشتن و میخوان اونو به شما تحمیلش بکنن که بگن آقا تو برو این رشته به خاطر اینکه مثلا ما نتونستیم. هر چقدر پافشاری میکنن شما باید اونقدی استقلال داشته باشین رو حرف خودتون که بتونین اون چیزی که دوست داشتین رو برین. مثلا به نظرشون احترام بذارین، نمیگم که بهشون بی احترامی کنین، احترام بذارین ولی خودتون برین دنبالش، ببینین چه رشته‌ای واقعا به دردتون میخوره، برین تو محیطش. من خودم با یه هنرستانی صحبت کردم، رفتم تو هنرستانش، بهم تمام رشته‌هاشو توضیح داد، رفتم تو دبیرستانا و اینطوری واقعا برین داخل، واقعا برین ببینین چه خبره توش. اگه دیدین علاقه دارین بعدش برین، که بعدش 3 سال بعدش هم دانشگاه 5 سالتون هر چقدر هستش از بین نره واقعا. من به نظرم پایه نهم اشتباهی که بچه‌ها میکنن، ببین به نظر من دقیقاً همینه که یک چیزی رو شنیدن و حالا بدون اینکه برن خودشون برن تحقیق بکنن، شاید اون چیزی که بقیه شنیدن با اون چیزی که شما برداشت میکنین از اون محیط متفاوت باشه. شاید مثلا یک عده میگن که رشته انسانی حفظی، رشته ریاضی تحلیلیه فقط، و وقتی که خودت میری اون حالا بحث رو دقیق‌تر بررسی میکنی میبینی نه، مثلا شاید انسانی هم همش حفظی نیست و شاید برای من یکی جالب‌تر باشه. برای من که شاید مثلا طرف بگه که من مدرسه که هستم کلا با درس تاریخ حال نمیکنم، ولی شاید وقتی که رفتین بررسی کنین ببینین که حالا خیلی چیزای جالبی براتون داره. برای همین میگم قبلش خودتون برین تحقیق بکنین و خیلی حالا به حرفای بقیه توجه نکنین و صرفاً روی حرف اونا جلو نرین، مشورت بکنین اما صرفاً بر اساس اون مشورت و دیدگاه بقیه تصمیم نگیرین. ولی خب سوالی که هست اینه که به نظرت اگر کسی بین ریاضی و انسانی موند چی بهش میگی؟ یعنی توی هر دوش به نظر من استعدادو داره، هوششو داره، ولی خب مونده که کدومش بره. تو چی میگی بهش؟ مثلا این سوال باید هر تام جواب بدیم، به خاطر اینکه هر تام یک تجربه رو داشتیم. اینکه مثلا جوابشو دادم، اینکه تو واقعا بری مطالعه کنی هر درسشو و یک
کاری که من حواسم نبود انجام بدم، آقا تو بری مثلا درس رو نه اینکه بری قشنگ بخونی، درسای اصلیشون رو بری بخونی ببینی در مورد چی هستش، توش چی میگن، تو خوشت میاد در مورد اینا مطالعه کنی یا نه و ببینی کدوم بیشتر باب دلتون میگه. هم کسی که بین این دوتا موضوع هر دوش علاقه داره، تو باید ببینی کدومش بیشتر دوست داری. من خودم خب به حالا میگیم آقا طرف مثلا هوششو داره که بچه‌ها حتما باید این رو در نظر بگیریم. به نظر من یعنی صرفاً بر اساس استعداد جلو نرین، یعنی واقعا اگر که می‌بینین که اون هوش استدلالی که ریاضی میخواد یا هوش استدلالی که انسانی میخواد اگر میبینین ندارین، واقعا اینو در نظر بگیرین که وقتی که وارد اون رشته میشین و در ادامه وارد دانشگاه میشین یک کمی ماجرا پیچیده‌تر میشه. پس اگر که میبینین اون هوشو ندارین، اگر که باز هم دوست دارین بیاین، یعنی اینقدر اون استعداد شما زیاد هست که بیاین اون رشته، اینو در نظر بگیرین که بچه‌ها خیلی باید تلاش بکنین، تلاشتون خیلی باید بیشتر از قبل باشه، نیاز به زمان خیلی بیشتری دارین و اگر که حالا میگم بین این دوتا موندین و واقعا نمیدونین که کدوم یکی برین، هر دو رو واقعا دوست دارین، به نظر من برین دقیق تر بررسی بکنین اون زیر رشته هایی که بعداً در ادامه توی دانشگاه قراره بخونین. چون اون دانشگاه به نظر من زمانی که شما توی دانشگاه قراره بگذرونین و اون چیزی که دانشگاه، حالا نه اینکه بگم دانشگاه چیزی بهتون اضافه میکنه، اون علمی که حالا شما به واسطه ارتباطاتتون توی دانشگاه و کلا حالا اون دیدگاهی که توی دانشگاه پیدا میکنین و قراره پیدا بکنین، اینو در نظر بگیرین و برین اون زیر رشته ها رو حتما بررسی بکنین و برین حتما نگاه بکنین اون زیر رشته ها رو، برین دفترچه کنکور رو دانلود بکنین، ببینین چه زیر رشته هایی داره، ببینین با کدوم رشته ها بیشتر حال میکنین، بیشتر مناسبتونه، بیشتر مورد علاقتونه و بعد بر اون اساس تصمیم بگیرین و بر اون اساس برین جلو اگر که واقعا بین این دوتا رشته موندین. این که به نظر من اگه شما فکر کنین 5 سال دیگه دوست دارین کجا باشین و 5 سال دیگه که بهش فکر میکنین از کدوم رشته داره رد میشه بعد انگار دانشگاه و مدرسه‌تون. و بچه‌ها سالای ما تموم شد. امیدوارم از حالا توضیحاتی که ما دادیم، تجربیاتی که ما داشتیم بتونین استفاده کامل رو داشته باشین و اگر که دوست داشتین که رشته هامون رو به طور تخصصی تر توضیح بدیم، اگر دوست داشتین که من روانشناسی رو و رشته روانشناسی رو کامل تر براتون توضیح بدم، ممنون میشم حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بهمون بگین. ممنونم. خداحافظ.